اینجا به نظرم حالا هجومی فوتبال دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش امکاناتی خیلی عالی بود و حساب کشوده می شود. نه هجوم های خوب رو با گل جمع بست میکند. خود گزارش همون از پای نسوا کبیرов دوباره اتحادی است و حالا من در بردش به شما گفتم اسانته این بازی فردریک اسانته این در سه بازی گذشته حالا باز یک هجوم دیگه فوتبال دسته بارچی و اینجا ضربه عالی و ایسا برابر می شود. ببینید گزارش خیلی عالی بود، ضربه سخت و دوز هم هست بازیگری جوان. حالا این ضربه رو که بپرتوید ماست و حالا توجه بود با دمینوف است و ضربه میزند بسیار عالی و گل تو با انجام اینجا بازی میکند و ماست محافظتگری دسته. باز یک هجوم دیگری فوتبال دسته عالی است، بسیار ضربه خوبی انجام میدن. هنوز تو از میدان نبر اومده است. یک ارسال دیگر به میدان نزد دروازه، اما اینجا فردریک جولیوس و دروازه‌بان باز جولیبک شریف پرتابی عالی است اینجا. اما دلیف هم گفتم ممکن است که هم عضو دسته متخصص بود و یک پرتابی دیگر اما کسی اینجا نیست. این سال دعوت نشد در شما نخونی و باز یک ضربه باز یک امکان دیگر، باز یک فرصت برای گلزنی. اما دروازه‌بان در جایش است و یک گل با کنار با جونیبک و بار دیگر جونیبک شریپوف. حالا امکانیت فردریک بسیار بازی بسیار کناری راست به پیش میروند. اینجا شهباز حبیبوف پرتاب انجام شود اما است و حالا بارچیون در خط دفاع قرار دارند و اینجا اولین ضربه که حالا از جانب لوکاس کوین زده می شود. حالا هجوم فوتبال دسته بارچی و یک ضربه بسیار عالی فردریک بسیار خوب عمل هم کرد. حالا برابری که ببینید خلال رسون نانی جولیوس در قسمی اول بسیار عالی و گل. چگونه لحظه عالیه بود که پرتاب انجام شد و اینجا باز هم ضربه شهباز حبیبوف فردریک اسانته به توپ میرسد. تو پرتافته شد، ضربه میزنن یا نه؟ امکانیت بسیار عالی است و ببینید گل گل دیگر توجه میکنیم. توپ از میدان بیرون رفته بود دوستان گرامی. جو باز لوکاس از دور ضربه میزند، البته این دشوارگیر نیست. لوکاس پرتابی عالی است اما فوتبال بازی دسته بار دیگر سویدوف یک پرتاب دیگر اما خیلی دیگر گرفت. حالا باز یک امکان دیگر، باز دولتوف و بول دولتوف بسیار غلطی خوب و با گل نزدیک و ببینید دروازه‌بان سربازان و یک ضربه بسیار هم عالی بود. باز از پرتابی خیلی خوب و ضربه هم گل، بسیار گل غلطی است، بسیار عالی است. گل زده بود، دو گل داشت و حالا این گل سومش رو هم به ثمر رسوند. از دور ضربه میزند. بله این ضربه تیروار رو ببینید بارچی با هجوم میکنند. دلیف پرتابی عالی است اما کسی بله و بسیار هم خوب و برای چگونه این تو واریتوری دروازه نگردیده. یک بار دیگر ببینید دوستان گرامی بسیار جالبیتی بلند. بله اینجا ببینید ازبک دلیف رو زده از پای می افسونند محافظتگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. بله اینجا همین حالت رو و این گلی غیر عادی از جانب ازبک دلیف یا به نظر من نمود یا که همین گونه هم بود. این پیش از همه دلیف رو زده از پای افسونیدن. پنالتی برای همین افتیدن است، جزا برای همین افتیدن تعیین شد و این ضربه رو ببینید با ستون دروازه برخورده است. پرتابی دیگر خوب در جایش است و دیدن لحظه های بازی از ویدیو دوور و نهایت هشتگ مثل دوری و خوری امروزه